همداران عزیز سلام علیکم. امروز 4 دکبر سال 2024 می باشد. قرار داریم در شهر دوشنبه آقای عبدالله‌زاده نزد من آمدن. این کس معلم مهربان که خدا خواهد آخر هفته روز جمعه ما 1-2 هکتار زیره میکنیم. آقای عبدالله‌زاده خوش آمدید به گروه انگور و باغ ما. و آقای عبدالله‌زاده در دستتون من میبینم روغن زغیر 2 لیتر جدمم ارمس تاجیکستان. درباره این روغن زغیر گوید که این روغن زغیر است، این زرد است، تازه است، این خیلی زغیر است که زغیرهای ما سیاه است که این دیگر خیلی است. این چی روغن است؟ دو سخن میگفتید. اینا روغن زغیر، ما اول زغیر تازه میکنیم، قشنگ تازه میکنیم، آپارات میریزیم داخل آپارات، این میگیریم، بعد صافش میکنیم، اینجوری در میاد. خیلی خوب خوشم. حتی همین آپارات ها رو ما داخل خود آپارات روغن زغیر هم داخل خود تاجیکستان میسازیم. سازندش هم خودمان هستیم. خودتان میسازید؟ بله. همین روغن زغیر خودتان تازه کردید؟ بله. همین خیلی تازه شد؟ بله بله. در بازار ما میخریم سیاه لایقه برینکو. و چی است سیاهش چی است؟ اونا طریقه استحصالش خوب نیست. استحصال بلد نیستن استحصال کنن. یکی هم زغیر تازه نمیکنن، همون زغیر میریزن داخل آپارات. خب خوب نمیشه. ما زغیر قشنگ تازه میکنیم، 2 بار 3 بار تازه میکنیم، بعد تو آپارات میریزیم. و بعد این زغیر قیمتش بلند میشود که وقتی که اینقدر تازه کنید. خب وقتی که جنس خوب باشه مردم میخرن، جنس خوب ره مردم پول میدن، مشکلی نیست. آقای عبدالله‌زاده شما از فروش دارید ندارید؟ این رو حل ندارید؟ الان داریم کاراشو انجام میدیم که به بازار بدیم. بعد بازار میدیم. مردم بردن. اگر یگان کس طریق تلفن پرسیدن شود تیم تلفن شما رو یافته میتید از این؟ بله میشود. این چند پول است 2 لیتر این؟ این 8 لیتر ما میدیم 40 تومان 8 لیتر. این 2 لیتری 80 تومان. 80 تومان 2 لیتر. بله. این تازه کردگی است. با سلامتی ضرر نیست. نه. وایش ضرر داره. در بازار سیاه هست که ما میخوریم. خوب نیست، اونا خوب نیست. خوب نیست. این چیز دیگه است. مردم بسنجن، امتحان کنن، مردم باید به قضاوت کنن، بگن این چیز. مردم سنجیده بیند بگم زن. اگه یک بلا هم بردارید تو گوری افتاب بردارید کنی من اولم بردارید که افتاب رسد. این همه روغنی افتاب پرست برین شما تازه کردید این رو. آقای عبدالله‌زاده شما این 2 لیتر رو به ما آوردید. من این رو آش کرده میخوریم. خدا خواهد صفتش رو با شما میگوییم. اگر به خلق معقول افتاد شما بازارتان پیش میرود. آقا در پناه خدا باشید. آقای عبدالله‌زاده در یاد نبرید که روز جمعه ما با شما چی میکنیم؟ زیره میکنیم در دهه چهارباغ. ما زمین رو تیار کرده ایستادم. زیره رو گرفته بیابید. در پناه خدا باشید.